سلام مجدد. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما یه پکیج دیگه هم داریم که روش کار کردیم، راجع به این که بیاد از سایت های مهم خبری راجع به موضوع کریپتوکارنسی یه سری اطلاعات جمع کنه. این کار رو به روش اسکرپینگ نوشتیم و اومدیم در واقع چیکار کردیم؟ اومدیم یه سری سایت ها رو که RSS داشتن از RSS شون استفاده کردیم، یه سری سایت ها از RSS اپ استفاده کردیم، یه سری سایت ها رو اومدیم در واقع خود ساختار سایت رو دیدیم و از روی ساختار سایت رسیدیم به یک در واقع دیکشنری که میاد کلید مقدارهای مهم راجع به المنت های مربوط به سایت که مربوط به اخبار هست و به ما میده. همینطور همین کارو کردیم واسه یه اسکرپینگ پیشرفته که حالا پیشرفته واسه اینکه ساختارش مقدار فرق داشته اینا رو جدا کردیم. این به این صورت. بعدم که اومدیم یکم پایینتر تو اجرای اصلی اومدیم وقتی که داده ها رو دریافت کردیم تبدیل به دیتا فریمشون کردیم. تو دیتا فریم یه سری کانکتینیت ها انجام دادیم و بعد پاکسازی هایی رو کردیم و اومدیم اخبار تکراری اینا رو همه رو جدا کردیم و همه رو ریختیم داخل یه خروجی به اسم فایل CSV که راحت میشه با اون فایل حالا برای رسانه‌های مختلف ورودی ایجاد کرد. اما کنارش ما اومدیم یه فایل هلپر هم درست کردیم که تو فایل هلپر ما تنظیمات اساسی و توابع اساسی اون اینجا در واقع آوردیم استفاده کردیم. مثلا اینکه فایل CSV بزرگ نشه، از یه حد بیشتر همیشه پاک کنه، مثلا اخباری که تاریخشون برای 5 روز قبل باشد رو دیگه شروع کنه به پاک کردن. عرضم به حضور شما که حالا فچ کردن اون اخباری که از طریق RSS میاد یا سیمپل اسکریپینگ یا ادوانس اسکریپینگ، اینا رو دونه به دونه نوشتیم. این از کلیت کار. حالا اگه بخوایم بریم سراغ اجراش، من اینجا رو یه مقدار بزرگ کنم و فایل اجرایش هم همین مینه، می نویسم python main.py. این میاد شروع میکنه دریافت داده رو. RSS رو اول شروع میکنه، کوین دسک، دیکریپت، بیت کوین مگزین و همینطوری و تعداد مقاله‌ای که خودمون مشخص میکنیم. میتونیم محدودیت بذاریم 5 تا 10 تا 15 تا یا هر چقدر که تونست واسه اون روز تا اولین تکراری روز قبلش که خودش دوباره اسکرپ کرده رو به دست میاره. بعضی سایت ها ممکنه یه مقدار حالا در واقع اذیت بکنن، طول بکشه، ولی خب حالا نهایتا هم اگر که نتونست از اون بگیره برنامه قطع نمیشه، صرفا یه پیغام میده که من از این سایت نتونستم بگیرم و رد میشم، میرم سراغ سایت های بعدی تا نهایتا در واقع اونو کامل کنم. مثلا ببینید بعضی از سایت ها رو یه دونه بیشتر جدید پیدا نکرده، اونا رو گرفته، میره سراغ سیمپل ها فرضاً روزنامه تایم بخش کریپتوکارنسیش خطا داشته، اینجا مشخص کرده، ولی بقیه رو تونسته بگیره. اومده تو ادوانس ها بلومبرگ شروع کرده 8 تا، برای بعدی بلوک رو نتونسته بگیره و دوباره یک سایت چینی هم نتونسته بگیره و نهایتاً لوموند فرانسوی هم 10 تا مقاله رو گرفته و اینجا به من میگه که 175 مقاله جدید گرفته شد که 122 تاش در کل ذخیره شده توی در واقع اون cryptonews.csv مون که این چی هست؟ فایل CSV مونه. خب حالا ما اینجا این فایلی که داریم به چه دردمون میخوره؟ خیلی راحت میتونیم بر اساس دیت، تایتل، دسکریپشن، لینک، سورس وصل بشیم و اول متنش رو بگیریم. ثانیاً اگر بخوایم متن رو بگیریم، بخوایم خلاصه کنیم، ترجمه کنیم یا به همین صورت انگلیسیش جایی پخش کنیم، به راحتی
قابل انجام خواهد بود.